من در طول 2 سالی که تحقیق کردم والله اعلم تقریبا در موسیقی، بعضی کسا میگه که موسیقی حرام است و حلال است، من در موسیقی 10 حرام پیدا کردم. امروز مثلا یک پارچه را که در تلویزیون افغانستان میمانه یا یک سی دی را شما از بازار میرین میخرین، یگان خواندن از ایره یا در هتل دیدیم یا در تلویزیون دیدیم، درباره از این تحقیق کردیم 10 حرام است. اول حرامش ضیاع وقت است. الله سبحانه و تعالی چی میگه در قرآن عظیم شان؟ میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم سپس شما لتسألن حتما سؤال میشین در روز قیامت عن النعیم از نعمت ها. و در هفته گذشته در درس مایی بود که مسلمان ها چند سرمایه داشت؟ 3 سرمایه داشت. نه؟ یک سرمایهش چی بود؟ وقتش بود، یکیش مالش بود و سومیش انرژیش بود. دقیقه عمرت در چی مصرف کرد؟ چی مصرف کرد؟ در موسیقی؟ آیا الله برات اجازه میده که این موسیقی رو ببینی؟ این حال بازه که تو جوان مسلمان عروسی میکنی، ازدواج میکنی و در عروسی 400 یا 500 نفر خبر میکنی و 5 ساعت 6 ساعت وقت از اینا رو میکنی، ای باز 500 نفر وقت ضرب 5 ساعت میشن 5 5 25، یعنی 2500 ساعت تو در عذاب الهی سپری کردی، خود هم در غضب خدا گرفتار کردی و کسایی که در محفلت هم است. و 2500 ساعت ضرب 60 دقیقه بکن، با ضرب 60 ثانیه بکن، باز یونتای عمر خودت و دیگرها را که در روز قیامت 500 نفر شهادت بده که پروردگارا 5 ساعت وقت مرا ای در معصیت الهی مصروف ساخته. و انسان مسلمان باید ثانیه شماری بکنه، ثانیه شماری بکنه. چرا الله در قرآن چندین جای قسم یاد کرده که والعصر والضحى واللیل ولیال عشر والشفع والفجر. کلی آیات شما سعی کنید که الله قسم یاد میکنه به خاطر ازی که تو انسان مسلمان متوجه ثانیه ثانیه از عمرت شوی. دومی حرامی که در این قسمت هست چی هست؟ نزدیکی به زنا هست. این موسیقی هایی که امروز ای بازار نشر میشه، مرد نامحرم دختر نامحرم بوسه میکنه، در آغوش خود میگیره، بر از او خواندن میکنه. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا. الله میگه به زنا نزدیک نشین. ببینید تفاوت است بین قرآن شناسی دقیق و این قرآن شناسی که ما سطحی میخوریم. الله چرا نگفت که ولا تزنو، زنا نکنید؟ ولا تزنو نگفته که ولا تزنو، گفته ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشین. با زن نامحرم دست نتین، نزدیکی به زنا هست. یعنی به او امور و او وسایل و او راهها و او مجالسی که تو را به زنا میکشانه. خب طبعا این موسیقی وقتی که یک پسر جوان یک دختر زیبایی را دید که مثلا یک کسی در آغوش خود گرفته و بر از او خواندن میکنه و بالاخره غرایز ازی کشانده میشه و حتما مبتلا به زنا میشه. از این خاطر الله گفته که ولا تقربوا الزنا. بزرگترین کسی که در روز قیامت عذاب خواهد شدن ما کسایی که به نام داعی و دعوتگر، ما به نام عالم و مولوی و شیخ و آخوند شیشیم و از دل خود بدون از اینکه جامعه را تحلیل بکنیم و ببینیم که ده خواندنای از این فاسقه که ما تو به نام محلی و به نام فلانی و به نام فلانی اینا را مشروعیت میتیم، ببینیم که ده خواندنای از این چی هست. والله آدم مسلمان اگر این خواندنا را شنیده بتانه، غیرت یک مسلمان ولو غیرت اون دو باشه تقاضا نمیکنه که خواندن از این فاسقه پیش روی خانم خود بانه که بشنوه که چی میگه. از این خاطر برادرای عزیز، دومین مشکلی که موسیقی داره انسان به چی نزدیک میسازه؟ سومیش نظر به نامحرم. یک زن است، مسلمان است، متدین است، با تقوا است، با حجاب است، روش پوشیدگی است، پوزش بسته هست، قرآن تو اجازه نمیده که به طرفش سیل کنی. زن با حجاب، زن میگه با حجاب باشه. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اما زنی که در با حجاب هم روان است، تو حق نداری به طرف چشمش یا به طرف دستش یا به طرف قدمش اگر معلوم میشه یا حداقل به جسم از پشت سر اما چادر کلانه که ای با حجاب داره تو نظر بکنی. با سبیل که من حیث مسلمان و متقی و با دیانت چرا خدا بازی میتین؟ من یگانه چی داره از دوستا تقاضا میکنم که برادر عزیز، اگر حرام میخوری حرام گفته بخور، اگر ناروا را عمل میکنی حداقل احساس بکن بله ناروا هست من میکنم، الله تو را خواهد بخشید. اما تو که حرام برای خود حلال میسازی خدا به کفر داخل میکنی. الله میگه وقل للمؤمنین، ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگو برای این مؤمنایی که در مقابل تو شیشته اند، قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. باز آیت شریف دیگه میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، که اینا هم زنای مسلمان به طرف نامحرم سیل نکنن. خب تو خود سیل چی؟ در موسیقی سیل خود سیل مفت نیست. در موسیقی سیل او یه 2 ساعت تو خانه رقاصه رفته و آرایشگاه طوفان از خود طوفان جور کردن. او کهش خواندن هم نکنه که در میراه میره لعنت الله سرش نازل است. موسیقی ها را میبینن، سیدی های خواندن را میبینن. اگر خانم دید مادرک اولادایت یک خواندنه که برش ماندینه، تو بیبی بگوره دزلگی سره نازنینه دنوی سیدیگان دنوی سیدیگک میده تو را ورای خو خیر سی اینا این سیدی را که ببینیم باور بکنیم که الله منع کرده. الله چی کرده؟ قل للمؤمنین، بگو بر مردم یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پس کسایی که موسیقی میبینه نه زن و نه مرد میتونه که چی کنه؟ چشم خود از نامحرم و نامحرمه که در حالت عادیش، نامحرم که فیشن نکرده باشه، آرایش نداشته باشه، به اساس مجبوریت و ضرورت از خانه برآمده باشه، پیش دکتر میره و قلب خودم محکم گرفت، در اون لحظه تو حق نداری به طرف زن نظر بکنی، اما تو میخیزی در مقابل ساز فلانی ما دیگه خدا باز از این خاطر ایسیومی حرام است که در موسیقی میشه. چهارمی حرامه که در موسیقی هست مصرف پول است. چهارمی حرامش چی است؟ مصرف پول در چی هست؟ برای حرام است. تو فکر میکنی که داروسید، جوانا فکرتان باشه وقت تاریخایشان تیر شدن، آروسیایشان تیر شدن، واقع ساز آوردن و $1000 دادن، با خدازدگان ستیزه مکن که خدازدگان را خدا زده است. اویی که آروسی خود رقاصه ها را آورده و ساز و دول آورده و رقصانده، او را الله توفیق بده که توبه بکنه. اما 1000 پیره که $3000 که به خارجی داده، باید در مقابل از $1000 دیگر در یک مدرسه حفظ قرآن مصرف کنه که اگر الله توبهش قبول کنه. اما شما جوانایی که هنوز ازدواج نکردین، یک سیدی که یک دیویدی که تو 40 افغانی او دیویدی را بخری، در روز قیامت از هر روپیه از اون محصول میشه. پنجمیش مشکلی که موسیقی داره مشکل شعر است. بعض شعرها غزل هستن، دعوت مردم به زنا هست، بعض شعرها از دعوت مردم به لواطت است، بعض شعرها از دعوت مردم به کفر است. از این خاطر الله جل جلاله در قرآن چی میگه؟ الشعراء یتبعهم الغاوون. شاعرها که اصلا اکثرا اینا را مردمای سرکش و بدبخت پیروی میکنن. علم تر انهم فی کل وادی یهیمون. آیا ندیدی که بعضی از شاعرها در وادی های عجیب و غریب میرن، احیانا کفر میگن. بعضی اشعار که تحلیل بکنی یا پیش به کفر است. بعضی شاعرها العیاذ بالله خالق خمار میگن، خالق عاشق میگن. سبحان الله. برو با مولوی مسجد بگو مولوی صاحب عاشق خان چطور است، تو سیلی بزنید که دلت از زندگی سیاه کنن. تو به یک عالم و به یک مولوی عاشق گفتن نمیتونی، تو میخیزی برای ذات ذوالجلال کلمه عشق و عاشقی و معشوقی استعمال میکنی. این ادب از با خالق. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. خب از این خاطر مشکل دیگه که حرام است ایجاد. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. باز فقط امخه گفته که الا الذین، استثناء در بین شاعرها وجود داره که 90% از اینا فاسق و فاجر و کافر و بیدین است، 10% از اینا شاعرای مسلمان هست، ایمان دارن، تقوا دارن، اساسات شریعت اسلام در نظر میگیرن، از عقیده اسلامی احترام میکنن. اون شاعر باز دیگه غاون نیست. اما شاعری که میگه که یا خودت مسلمان شو یا مرا نصارا کو رضا بالکفر، پس این شاعر در جمله غاون است. ششمی دلیلی که موسیقی حرام هستن وسایل است
که با سر وسایل موسیقی هم صحبت میکنیم که این وسایل است. هفتمی علت که موسیقی حرام است اختلاط بین زنا و مردای نامحرم است، اختلاط است. سر از این صحبت میکنیم. هشتمی حرمتی که در موسیقی هست که در موسیقی ها رقص است، رقص که هست. نهمیش خوارم المروءه هست. خوارم المروءه چی است؟ شما اگر یک نفر ببینید که بسیار شیخ است و کلام است، یک دفعه میخیزه او چیز خیزک زده میره، یما خوانده میره، نه دو بعضی چیزا اینال او رو بذار خیزک زده میره، اینال او رو وقتی که تو ببینی که خیز میزنه و لنگیش اون طرف میتاشه، شخصیت از زیر پای میفته. از این خاطر در موسیقی یک آدم میره، یک بچه جوان میره، یک مسلمان میره که چقدر خوشت میاد، که چقدر خوب آدم است، دیگه رو صاحب چی میشه؟ میبینه که بسیار خوب آدم است، میبینه که همین بچه جوان دیندار صاحب رقصیده، پس این رقصیدن از که میبینی همین شخصیت از چی میشن؟ در زمین میفته. 2 روپیه میگه او والا همین بود، آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوز در پوست بود همچو پیاز. میگه من فکر میکنم که یک آدم با مغز است، این خب پیاز واره برآمد. پارسایان روی بر مخلوق پشت بر قبله میکنن نماز. این از این خاطر در رقص و در موسیقی و در مجالس شیشتن چی میکنن؟ شخصیت انسان بسیار ضعیف جلوت میده. از این خاطر مسلمان باید شخصیت خود حفظ بکنه. به خاطر ضعف شخصیت مسلمانی حرام است. و دومی علت که موسیقی حرام است، این ضررهای اجتماعی داره، ضررهای اقتصادی داره، ضررهای فکری داره و ضررهای سیاسی داره که ان شاء الله تعالی در درس‌های بعدی ان شاء الله براتون تشریح خواهد کردم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.